دوستان درود، اکنون ما در دانشکده صنعت تصویری و دیزاین تاجیکستان نزد دلناز بانو قاسم و طراح این دانشگاه اینچنین ماجستری همین دانشگاه قرار داریم و می‌خواهیم دوزندگی کنیم. بله دوستان عزیز، عین حال ما با همراهی شما می‌آموزیم که چگونه یک کرته دوخته می‌شود. تشکر که این تکلیف ما را رد نکردید و امروز برایمان دوختن کرته را می‌آموزانید. سلام شهلا، خوش آمدین به دانشکده صنعت تصویری و دیزاین. تشکر. آن صحنه‌ای که حالا ما منظور بیننده گردانیدیم، یعنی پیراهن‌هایی که دیدیم از جانب شما آماده شدند. بسیار زیبا، ولی یک سوال، چرا محض رنگ سیاه را انتخاب کردید؟ چون که رنگ سیاه بسیار به من محبوب است، پسند است. رنگ سیاه خوشقد قامت نشان می‌دهد. از همین سبب من رنگ سیاه را بسیارتر می‌پسندم. و برای دوختن آماده کردن یک کرته ما چه ها را باید دانیم؟ چه کار باید کنیم؟ سر اول ایده لازم است. ایده که طرز تیار نمودن یک کرته روی ورق تصویر آن را میکنیم. بعدا شروع میکنیم به انتخاب متا. متا رو که انتخاب کردیم شروع میکنیم به اندازه گیری. میدونید من میخواهم یک لباس دوزیم امروز. هر بیننده، هر آن ذوقمندی که میخواهد برای خود کرته دوزد آماده کرده تواند. همون از روی همون اسکیزی که ما لباس میدوزیم آسان باشد، ساده باشد، ولی در نوبت خود زمانوی باشد. کرته‌ای که عین زمان ما آماده میکنیم خیلی ساده است، آسان و زمانوی میباشد. پس شروع کردیم. اینجا ما طرح دختر رو علاقه تصویر کرده ایم. بله؟ بله. نمود دختر رو. اما عین حال چی ایده که در سر داریم اول تصویر میکنیم، بعدا شروع میکنیم به پاره، بعدا به دوختن این لباس. من به شما گویم و شما از روی گفته های من اسکیز را آماده میکنید. همین خیلی میشد؟ خب باشد. من میخوام کرته دراز باشد، رسمی باشد، ولی یعنی موافق طرح تن باشد، ولی در آنجا باز هم یک شکوه باشد. یعنی در همین کرته‌ای که حالا ما تصویر میکنیم شاید در آستینش نمیدونم یگان جالبیت دراریم و یگان زیباتر کنیم و زنانه و حتما که بعد طلبات امروزه موافق باشد. اولتر من تصویر میکنم، شما از نظر میگذارید. اگر که معقول شد کجای ایده شما اگر دیگر باشد بعضی جاهاش عوض میکنیم، بعدا شروع میکنیم به آماده نمودن این پیراهن. و تا تصویر کردن پیراهن من میخواهم نازنین را به شما شناس کنم. دوستان عزیز، این نفر نیز در همین جا تحصیل میکنند، دانشجوی بخش سیوم میباشند. نازنین، شما کلکسی خود را دارید؟ آماده کرده اید تا حال یگان کلکسی؟ بله، گروهی کرده. یعنی یک چند تا دختران جمع شده، طراحان جمع شده، بله، و یک کلکسی خود را آماده کرده. بهترین. و تمام آماده شد و من نیز خیلی پسند آمد. تشکر. سلام باشه. دوستان عزیز، چه خیلی میبینید ما امروز از روی آن همین طرح، از روی آن همین امثله لباس آماده میکنیم. و دوستان تا اون وقتی که ما اندازه گیری می نماییم نازنین را خواهش میکنیم که این اسکیز را رنگ دهند. بینندگان عزیز، عین حال ما از روی جدول اندازه که از جانب خود دلناز بانو آماده شده است اندازه گیری میکنیم و کارمان را ادامه میدهیم. حالا باشد از روی این اندازه قالب تیار میکنیم. قالب رو از چی تیار میکنیم؟ از کاغذ مخصوص. کاغذ مخصوص.
و اگر کاغذ مخصوص نداشته باشه میتونیم از دلخواه کاغذ نیز تیار کنیم. بله بله. قبلا باید مرکز سینه رو یابیم. بعدا درز شینم میگذاریم. ما علاقه کتف را تصویر کردیم. کتف رو تصویر کردیم. قفس سینه رو معاین میکنیم. موافقی همین اندازه‌ای که ما یافتیم نقطه ها رو پیوست میکنیم. بله. بله. بعدا درازه کرته رو معاین میکنیم. اول پیراهن رو کشاد آماده میکنیم. پسند اگر نیاد بعدا میتوانیم که پانش رو تنگ کنیم. وقتی که لباس کشاد است، دراز است، آن رو میتوان اصلاح کرد. ولی وقتی که لباس خرد است، اصلاح کردن غیر امکان است. غیر. پیش کرته آماده شد، شروع میکنیم با پشت کرته. پس از جایگیر نمودن درز شینم به پشت کرته، ما باز نقطه های مرکزی رو معین میکنیم. بعدا شروع میکنیم با تصویر ریلیف. یعنی ما درز شینم را از همین کنج آغاز کردیم تا درز شینم دیگری آوردیم. یعنی ریلیف را از این کنج آغاز کردیم و آوردیم به تا پایان کرته. یعنی این میره تا پایان کرته، از سببی که درز کشاد میگذاریم. کفایه است. اکنون شروع میکنیم با بریدن قلاب. از سر اول من از مابین تقسیم میکنم، بعدا به شما میدهم. باور دارید به اختیار من سپرده میتوانید؟ بله. گمان میکنم هر یک زنی تاجیک، هر یک بانوی تاجیک میتواند برای خود حداقل کرته آماده کند، نوبسته از آنی که در کدام کسب کار است، چون این یکی از هنرهای خیلی قدیمه و ملی مردم ما به حساب می رود. اکنون شروع میکنیم به پاره کردن متا از روی قلاب. بله. این قسمت پیش بود و اکنون قسمت پشت کرته را گل به گل مونده قیچی میکنیم. برای در اندازه‌گیری خطا نکردن و متا را نیز برای اسراف نکردن ما اینجا چند مراتب چین کردیم دوستان عزیز و اکنون پاره میکنیم، تقسیم میکنیم قسمت پشت را نیز. انا اکنون بینندگان گرامی فرصت فرا رسید که ما نباید خطا کنیم، یعنی فرصتی که الکی متا همچون لباس آماده کرده می شود. البته هر نفری که دوزنده است هر گونه کار میکند برای دینوزه. البته هر کس اصول کاری خودش دارد.
ولی به هر حال با قالب کار کردن دقیقیت را نشان می‌دهد و لباس ما زود شنم می‌تواند که آماده شود. بله؟ البته. و این قالب از روی اندازه اصلی من یعنی آماده کرته می باشد، لباس می باشد. از این رو ما 2 سانتی متر جای میمونیم. بله 1.5 سانتی متر حق درز میمونیم. و اون نفرانی که نو شاگرد هستند یعنی نو این راه را پیشه خود کردن، ما توصیه میدهیم که حداقل 2 سانتی متر جای یعنی حق درس گذارند، زیرا شاید که در رفت دختن یگان خطا شود. بله برای اصلاح کردن آسان‌تر می شود. البته برای پیشگیری خود برای خطا نکردن میتوانند حق درس را بسیارتر گیرند، چون که میتوانند که در رفت دخت میتوانند که در رفت اندازه گیری تنگ میگیرند، تنگ چین میکنند، کرته از همون سبب تنگ میبید. 2 سانتی متر 1.5 سانتی متر حتما باید مانم. وقت بسیارتر در گل به گل کردن اطلس می رود. متا مایده کار است. بله مایده کار است. از سبب آن که شما علاقه طول سال هاست که در این سمت فعالیت دارید، برای شما دشواری هم نمونده است گمان میکنم یا اینکه هست؟ دشوار نیست، همه وقت هوشیارتر بودن رو طلب میکند این کسب. چنانه در بالا قید کردیم، باز هم با گذاشتن خطهای علاوگی ما قالب رو تصویر میکنیم بر روی متا تا اینکه بریدنش و دوختنش آسان تر شود. بینندگان گرامی، این 2 قسمت پشت لباس می باشد، کرته می باشد و برای گذاشتن قلفک ناعیان ما از بالای قسمت پشت 50 سانتی متر باقی می گذاریم و باقی مانده را تا پایان درز می زنیم. گل آستین رو نیز جابجا میگذاریم، بعدا پاره میکنیم. با واسطه همین ماشینه درزهایی که دوختیم کارکرد میکنیم.
акнун бинандагони гиромӣ бо чунин тарз мо остинро низ пора мекунем, яъне ба қолаб медарорем ва барои духтан омода мекунем. аз сабаби он ки остини мо васеъ аст, ба инҷо боз ҳам мато илова кардем. бо ҳамин тариқ, яъне андаке қайчӣ кардан, мо болои остинро, маркази болои остинро муайян мекунем. بعد از آنه که ما قسم ها رو پیوست کردیم، پیش از کارکرد کردنی درس ها، پیش از آستین رو پیوست کردن، ما حتما باید در تن چین کنیم تا اینکه شینم باشد و یگان نقصان نداشته باشد. باید شد 2 سانتیمتر تن کردیم و این خط ها برای باز هم دقیق تر کردن اندازه می باشد. بله؟ بله. باید قید کنیم که در اینجا اسکیزی که در اولی برنامه تصویر کردیم نازنین رنگ دادم و در آخر باشد. لباس ما به همین طرز باید که آماده شد. و همین طریق دوستان عزیز با پیوست نمودن آستین ها کرتا آماده می‌گردد. پس از نصب کردن همه قسم ها، پس از کارکرد کردن درس ها و پس از پیوست نمودن قلفک نوعیان، لباس به پررگی آماده می شود و ما می توانیم این را به بر نماییم. برای دوستان عزیز خیلی میبینید پیراهن آماده شد و ما ببر کردیم و بهای صمیمی را باشد خود شما میتوانید به طراح ماهر و جوان و امیدبخش دلنازه قاسم گذارید. تشکر که این پیراهن زیبا را به ما آماده کردید. خوش آمدید، سلامت باشد. اگر که این پیراهن به شما پسند آمده باشد من خیلی شدم. سپاسی بی اندازه. دوستان با همین برنامه میآموزیم به آخر میرسد. سلامت باشید. خیر.